در قسمت قبل دیدیم که شازده کوچولو پس از روزها دوستی با روباه آماده رفتن میشه. روباه غمگینه چون حالا که اهلی شده دیگه نمیتونه بی تفاوت باشه. اما همین غم نشانه پیوندیه که شکل گرفته. همونجا که روباه به شازده کوچولو میگه On ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel est invisible pour les yeux. این جمله خلاصه تمام فلسفه کتابه. اگزوپری از زبان روباه میگه که انسان تنها وقتی میتونه دیگری رو واقعا بفهمه که فراتر از ظاهر و منطق بره. در این لحظه شازده کوچولو میفهمه عشق فقط احساس نیست بلکه مسئولیته. دوستی هزینه داره چون وابستگی میاره. اینجا مفهوم مسئولیت عشق متولد میشه. پس از جدا شدن از روباه شازده کوچولو میفهمه که باید به گل خودش برگرده. در زمین هزاران گل رز دیده بود و تصور کرده بود گل خودش منحصر به فرد نیست. اما حالا معنای تأدیب رو میفهمه و میدونه که گل اون خاصه چون براش وقت گذاشته. اون با خودش میگه C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. زمانی که برای گل خودت صرف کردی همونه که اون رو مهم کرده. اینجا نویسنده به ظرافت عشق انسانی رو تعریف میکنه. اونچه ما دوستش داریم به دلیل ویژگی ذاتیش خاص نیست بلکه چون براش انرژی و زمان گذاشتیم ارزشمند میشه. در ادامه شازده کوچولو در بیابان با خلبان یا همون راوی به دنبال آب میگرده. شب ستاره ها بالای سر اونها میدرخشن. این صحنه استعاره ای از جستجوی معنا در دل پوچیه. در نهایت آنها چایی پیدا میکنن. آب چاه نه فقط رفع تشنگی بلکه نمادی از زندگی و ایمانه. خلبان درک میکنه که این کودک در ظاهر کوچک اما درونش جهانی از معناست. شازده کوچولو میگه Ceux qui embellissent le désert, c'est qu'ils cachent un puits quelque part. چیزی که بیابان رو زیبا میکنه اینه که در جایی در دلش چاهی پنهان داره. در واقع او درباره زندگی حرف میزنه. در دل تنهایی و سکوت همیشه چیزی زنده و امیدبخش هست. کمی بعد شازده کوچولو با ماری روبرو میشه که در ابتدای ورودش به زمین هم دیده بود. مار در این داستان نماد مرز میان جهان مادی و جهان درونیه. مار به او میگه که میتونه کمکش کنه به خونه برگرده. نیش مار استعاره‌ای از مرگه، اما نه مرگ به معنای پایان بلکه رهایی از جسم. شازده کوچولو تصمیم میگیره با نیش مار به سیارش برگرده چون دلتنگ گلش هست. وقتی خلبان از این تصمیم با خبر میشه وحشت میکنه، اما شازده کوچولو آروم میگه Ça sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste les vieilles écorces. این فقط مثل پوسته‌ایه که رها میشه. پوسته های کهنه غم انگیز نیستن. اینجا مرگ نه فاجعه بلکه پوست اندازیه. بازگشت به اصل، رهایی از جسم موقت. شب بعد ستاره ها رو سرشونن. شازده کوچولو میگه Les étoiles sont belles à cause d'une fleur qu'on ne voit pas. ستاره ها زیبا هستن به خاطر گلی که دیده نمیشه. اون میخواد راوی هر وقت به آسمان نگاه میکنه به یاد اون بیفته. میگه وقتی من به ستارم برگردم
تو به ستاره ها نگاه کن. برای تو آنها خواهند خندید، چون یکی از آنها منم. Tu auras des étoiles qui savent rire. تو ستاره هایی خواهی داشت که بلدند بخندند و در سکوت شب نیش مار به او میخورد. بدن کوچکش آرام روی شنها میافتد، بی صدا مثل سقوط برگ. خلبان سعی میکنه اون رو پیدا کنه، اما اثری نیست. فقط ستاره ها هستن. در آخر راوی هواپیماش رو تعمیر میکنه و به خونه برمیگرده. اما هنوز هر شب وقتی به آسمون نگاه میکنه احساس میکنه شازده کوچولو اونجاست. آخرین جملات کتاب از زیباترین پایانهای ادبیات قرن 20 هستند. Regardez le ciel et demandez-vous, le mouton a-t-il mangé la fleur? Oui ou non? به آسمون نگاه کنید و از خود بپرسید آیا گوسفند گل رو خورده یا نه؟ این سوال ساده مثل در باز خیال است. ما را وامی دارد کودک درون را بیدار کنیم، چون پاسخش رو فقط با دل میتوان داد، نه با منطق. از روباه تا پایان مسیر شازده کوچولو در حقیقت سفر به درون است. اون یاد میگیره عشق بدون مسئولیت بی‌معناست. دیدن با دل یعنی درک جوهر زندگی، نه ظاهرش. مرگ اگر با عشق همراه باشه بازگشت، نه پایان. و در نهایت معنا در سادگی و مهربانی نهفته است. سنت اگزوپری با زبان کودکانه درباره عمیق‌ترین دغدغه‌های انسانی سخن میگه. عشق، تنهایی، ایمان، مسئولیت. کتاب با پرسشی تمام می شود، چون خودش پاسخ نیست، دعوت به اندیشیدن است.